شیخی را ناسزا گفتند. او هیچ جوابی نداد. او را گفتند: یا شیخ، از چه روی جوابی ندادی؟ شیخ گفتا: از آن روی که در جنگی داخل نمی شوم که برنده آن بدتر از بازنده آن است. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مائده از آسمان در می رسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند: کو سیر و عدس. منقطع شد نان و خوان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان.